دوخت روبالشتی یکی از ساده ترین و کاربردی ترین دوخت‌ها در خیاطیه که هر کسی میتونه یاد بگیره. درود بر شما. امیدوارم حال دلتون عالی باشه. در خدمتتونم با آموزش یک مدل روبالشتی زیبا و کاربردی که هم میتونید برای خودتون بدوزید و هم میتونید با دوخت این روبالشتی کسب درآمد کنید. این روبالشتی رو به روشی میدوزم که درس‌ها نیاز به پاکدوزی نداره. با من همراه باشید. برای دوخت این روبالشتی ابتدا طول و عرض بالشت رو اندازه میگیریم. در یک فیلم آموزشی به طور کامل و دقیق اندازه‌گیری طول و عرض بالشت رو آموزش دادم. لینکش رو این بالا میذارم. اگه مبتدی هستید حتما اون فیلم رو ببینید. طول بالشت یا درازای بالشت، عرض بالشت یا پهنای بالشت. وقتی طول و عرض بالشت رو اندازه گرفتیم، طول هر چقدر بود ضرب در 2 میکنیم و به اضافه 38 سانت میکنیم. عددی که به دست میاد میشه طول نهایی و عرض هر چقدر بود به اضافه 3 سانت میکنیم و عددی که به دست میاد میشه عرض نهایی. یک قطعه پارچه میبریم با این 2 اندازه و جز این قطعه پارچه 4 قطعه پارچه میبریم با طول 38 سانت و عرض 7 سانت. بالشتی که اندازه گرفتم طولش 51 سانته و عرضش 35 سانت. طول رو ضرب در 2 میکنم و عددی که به دست میاد به اضافه 38 سانت میکنم. عددی که به دست میاد میشه طول نهایی و عرض رو به اضافه 3 سانت میکنم. عددی که به دست میاد میشه عرض نهایی. یک قطعه پارچه میبرم با این 2 اندازه و 4 قطعه پارچه میبرم با طول 38 سانت و عرض 7 سانت. این 2 اندازه میتونه برای شما متفاوت باشه. بستگی داره به طول و عرض بالشتی که اندازه گرفتید. 4 تا قطعه میبریم به طول 38 سانت و عرض 7 سانت. و یک قطعه میبریم. طول این قطعه به اندازه 2 برابر طول بالشت به اضافه 38 سانت و عرض این به اندازه عرض بالشت به اضافه 3 سانت. ابتدا این قطعات رو میدوزیم. پارچه رو به این صورت تا میکنیم و سوزن تگر میزنیم. به این صورت و بعد این قسمت رو چرخ میکنیم. هر 4 قطعه رو به همین صورت تا میکنیم و چرخ میکنیم. با یک پهنای دوخت پایه چرخ میدوزیم. ابتدا و انتهای دوخت رو سرقائمی میزنیم. وقتی 4 قطعه رو دوختیم بعد اتو میکنیم. یک سمت رو اتو میکنیم بعد سمت دیگه. هر 4 قطعه رو به این صورت اتو میکنیم. وقتی اتو کردیم بعد یک سمت این قطعات پارچه‌ای رو میدوزیم. یک سمت رو میدوزیم. موقعی که میخوایم این قسمت رو چرخ کنیم این اضافه درز رو تا میکنیم به این صورت و بعد چرخ میکنیم. تمام قطعات رو یک سمتش رو میدوزیم.
با یک پهنای دوخت پایه چرخ می‌دوزیم. ابتدا و انتهای دوخت رو سرقائمی می‌زنیم. وقتی چرخ کردیم بعد این اضافه درز رو قیچی می‌کنیم. بعد این نوارهای پارچه‌ای رو به رو برمیگردونیم. برای به رو برگردوندن این نوارهای پارچه‌ای شما میتونید از مداد هم استفاده کنید. هر 4 قطعه رو به رو برمیگردونیم. وقتی به رو برگردوندیم بعد این گوشه ها رو با یک سوزن ظریف بیرون میاریم. وقتی برای دوخت این قسمت اضافه درز رو تا میکنیم و بعد چرخ میکنیم این قسمت تمیزتر به رو برمیگرده و بعد 4 قطعه رو اتو میکنیم. 2 سمت درز رو با انگشت میکشیم تا درز کاملا صاف بشه به این صورت و اتو میکنیم. اگه مبتدی هستید میتونید کوک بزنید و بعد اتو کنید. دو سمت درز رو با 2 انگشت میکشیم تا درز کاملا صاف بشه به این صورت و بعد کوک میزنیم. وقتی کوک زدیم بعد اتو میکنیم. هر 4 قطعه رو به همین صورت اتو میکنیم. این 4 قطعه رو اتو میکنیم. وقتی اتو کردیم بعد نخ کوکا رو در میاریم. و بعد لبه 2 سمت این قطعه پارچه رو که میشه عرض این قطعه پارچه 2 تا نیم سانت به سمت پشت پارچه تا میزنیم و چرخ میکنیم به این صورت و چرخ میکنیم. عزیزان مبتدی میتونن ابتدا کوک بزنن و بعد چرخ کنن. به این صورت کوک میزنیم. سمت دیگه هم به همین صورت. وقتی 2 سمت رو کوک زدید بعد چرخ میکنیم.
موقع دوخت شیار پایه حدود 1 تا 2 میل از لبه پارچه فاصله داشته باشه. به این صورت وقتی لبه 2 سمت رو چرخ کردیم، بعد نخکوکا رو در میاریم و اتو میکنیم. وقتی اتو کردیم، بعد از لبه پارچه به اندازه 18 سانت علامت میزنیم در سمت پشت پارچه. این قسمت پشت پارچه است و این قسمت عرض روبالشتیه. و علامت ها رو به هم وصل میکنیم. و در سمت دیگه هم به همین صورت. از لبه پارچه 18 سانت علامت میزنیم. وقتی این 2 خط رو در 2 سمت کشیدیم، بعد میایم پارچه رو از این خطی که کشیدیم تا میکنیم به این صورت. درست از خط تا میکنیم و سوزن ترگرد میزنیم. و بعد اتو میکنیم هر 2 سمت رو. اتو میکنیم تا خط تا روی پارچه بیفته. وقتی اتو کردیم، بعد پارچه رو به این صورت قرار میدیم و از 2 سمت پارچه روی خط تایی که افتاده 14 سانت علامت میزنیم. اینجا چون سایز بالش کوچیکه من 11 سانت علامت میزنم در 2 سمت. روی خط اتویی که افتاده در 2 سمت. و بعد این نوارهای پارچه‌ای رو که دوختیم قرار میدیم روی این علامت ها از سمتی که دوخته نشده. قرار میدیم درست روی علامت. لبه پارچه روی خط اتو باشه. و بعد پارچه رو به این صورت تا میکنیم و سوزن ترگرد میزنیم. و این قسمت رو چرخ میکنیم. این قسمت پشت پارچه است و این قسمت روی پارچه است. سمت دیگه هم به همین صورت. و چرخ میکنیم. با یک پهنای دوخت پایه چرخ میدوزیم. یعنی پارچه رو طوری زیر پایه چرخ قرار میدیم که لبه پایه درست کنار لبه پارچه باشه. ابتدا و انتهای دوخت رو سرقائمی میزنیم.
این قسمتی که نوارهای پارچه‌ای رو گذاشتیم 3 بار چرخ میکنیم به این صورت و بعد دوخت برگشت میزنیم و دوباره چرخ میکنیم. با این کار این قسمت محکم میشه. وقتی چرخ کردیم بعد میایم این قسمت پارچه رو درست از خط درز به سمت پشت پارچه تا میزنیم. 2 سمت درز رو با 2 تا انگشت به این صورت میکشیم تا درز کاملا صاف بشه. به این صورت قرار میدیم و اتو میکنیم. عزیزان مبتدی میتونن ابتدا کوک بزنن و بعد اتو کنن. هر 2 سمت رو به همین صورت به سمت پشت پارچه تا میکنیم درست از خط درز. به این صورت سوزن ترگرد میزنید و بعد کوک میزنید. به این شکل کوک میزنید و بعد اتو میکنید. سمت دیگه هم به همین صورت. وقتی 2 سمت پارچه رو اتو کردیم بعد پارچه رو به این صورت تا میکنیم. لبه 2 سمت درست روی هم قرار بگیره. لبه 2 سمت پارچه درست روی هم قرار بگیره و سوزن ترگرد میزنیم. این قسمت هم لبه 2 سمت پارچه درست روی هم قرار بگیره. سمت دیگه هم به همین صورت. و بعد این 2 درز رو چرخ میکنیم از سمت روی پارچه. یک پهنای دوخت پایه چرخ میدوزیم. ابتدا و انتهای دوخت رو سرقائمی میزنیم. وقتی 2 سمت رو چرخ کردیم بعد اتو میکنیم. وقتی اتو کردیم بعد میایم این 2 درز رو سبک میکنیم، یعنی از پهنای این اضافه درز کم میکنیم. به این صورت اضافه درز رو کم میکنیم.
سمت دیگه هم به همین صورت. این کار رو بهش میگن سبک کردن درز. و بعد این روبالشتی رو به سمت پشت برمیگردونیم. این قسمت روی روبالشتی بود. گوشه ها رو با سوزن بیرون میاریم. و بعد یک سمت رو به این صورت برمیگردونیم. گوشه ها رو با یک سوزن ظریف بیرون میاریم. بعد دو سمت درز رو با انگشت میکشیم تا درز کاملا صاف بشه. به این صورت و اتو میکنیم. عزیزان مبتدی میتونن ابتدا کوک بزنن و بعد اتو کنن. یک سمت رو که کوک زدید، بعد سمت دیگه. وقتی دو سمت رو کوک زدیم، بعد اتو میکنیم. وقتی اتو کردیم، بعد این دو درز رو چرخ میکنیم از سمت پشت پارچه. با یک پهنای دوخت پایه چرخ میدوزیم. ابتدا و انتهای دوخت رو سرقائمی میزنیم. به این قسمت که میرسیم چند بار چرخ میکنیم تا محکم بشه. بعد از اینکه دو سمت رو چرخ کردیم، نخ کوکا رو در میاریم. و بعد روبالشتی رو به رو برمیگردونیم. گوشه ها رو با یک سوزن ظریف بیرون میاریم. در انتها روبالشتی رو اتو میکنیم. این دو درز رو با انگشت دو سمت درز رو میکشیم تا درز کاملا صاف بشه و بعد اتو میکنیم. این هم دوخت یک مدل روبالشتی. که میتونید بندهای روبالشتی رو از رنگی دیگه که هماهنگی داره با پارچه اصلی استفاده کنید.
و بندهای روبالشتی رو به این صورت به شکل پاپیون گره میزنید. امیدوارم این آموزش برای شما مفید بوده باشه و ممنونم که تا انتهای فیلم من رو همراهی کردید. تا آموزش بعد، بدرود.